Since March, heavy rains and floods have hit most parts of Afghanistan. In Ghor province alone, at least 50 people were killed in the flood in May. I'm now standing at camp area hosting internally displaced persons. So now let's interview some locals to know what their life is now in this area. باران بسیار شدید شروع شد. اصلا دیگه جایی برای زندگی در اونجا باقی نمانده. بنا دیگه هیچ نه راه مانده، نه زمین مانده، نه آبی مانده، نه دایما، نه خانه. کلا خانه قریب تقریبا حدودا 600 نکا بود. 500 ازی کلا متضرر شده که دیگه اصلا جای زندگی برش باقی نمانده. مجبور شدیم که بیاییم اینجا خیمه زدیم. پولی نقدی آمده بود که اینجا مسئولین مواد غذایی میگرفتن و مردم توزیع میکردن و آب و همه چیز از اینا رو چی میکردن مهیا میکردن. تونستن که مؤسسات یعنی تشریف بیارن، مردم از نزدیک ببینن. مؤسسات بین المللی در غور توجه کی نمیکنن. هر کس یعنی چی خود تکلیف نمیکنه که یک مشکل مردم غور چی کنه بررسی بکنه. آبی که در فعلا روزانه استفاده میکنن آبی دریا هست، یعنی آبی دریا آبی دریا حریری قابل نوشیدن نیست. متاسفانه که میارن و ما اونم رو برای فعلا میشیم. مردم نیازمندی آب هستن، آبی آشامیدنی، غذا هستن که متاسفانه که ندارن. دیگه خدمت شما عرض بکنم که مواد خوراکه هیچی ندارن، لباس ندارن. ما در ولسوالی مرغاب در قریه جنداق درس میخواندیم صنف 5. از حالی که مکتب مرسل ببرده، ما مکتب مرسل ببرده و در اینجا مهاجر آمده.